در حالی که برخوردهای اعتراضگران گرجی با مقامات در مرکز تبلیسی به طور پیوسته ادامه دارند، شارحان درباره سمتگیری آینده این کشور 4 انتخاب را تخمین می‌کنند. سناریوی اول این است که حکومت احتمال در پی فشار اعتراضگران به استعفا رود. پرزیدنت گرجستان سالومه زورابیشویلی به اعتراض همراه شده از افسران خواهش کرده است که به آینده کشور بی‌طرف نباشند. پراکنده کردن مردم وظیفه شما نیست. شما به روسیه خدمت میکنید یا گرجستان؟ شما به سوال پرزیدنت جواب نمیدهید. سپر را پایین کنید. شما درباره خود و کشور و فرزندانتان فکر نمیکنید؟ اگر فشار اعتراضگران کارگر بود، در آن صورت انتخابات نوی پارلمانی برگزار خواهد شد. احزاب مخالف میگویند مسئول معرکه انتخابات باید افراد نو و بی‌طرف باشند. آنگاه احتمال حزب آرزوی گرجی تواناییش را از دست دهد و دوباره در گفتگوی عضویت در اتحاد اروپا باز شود. سناریوی دوم این میتواند باشد که برعکس سالومه زورابیشویلی پرزیدنت گرجستان از مقامش تا آخر سال استعفا دهد. حالا او میگوید نیتی به استعفا رفتن ندارد چون پارلمانی که باید پرزیدنت نو انتخاب کند قانونی نیست. سروزیر گرجستان ایرکلی کوباخیدزه در این باره نظری دیگر دارد. سالومه زورابیشویلی 4 هفته دیگر در مقامش می باشد. من حالت او را درک می کنم. او باید 29 دکبر قرارگاه ریاست جمهوری را خالی نموده آن را به پرزیدنت قانونا انتخاب شده کشور سپارد. یادآور می شوم که در انتخابات 26 اکتبر او همراه با مخالفان تندگرا بود و گمان داشت که به این وسیله در کرسی باقی می ماند، اما آنها شکست خوردند. حزب آرزوی گرجی فوتبالیست معروف را نامزد مقام پرزیدنت پیشنهاد کرده است. زورابیشویلی را هم تهدید کردند که اگر به استعفا نرود زندانی می شود. این می تواند اعتراضها را افزایش دهد. سناریوی سوم این است که حکومت به استعفا نمی رود و اعتراضگران را سرکوب می کند. حالا نیروهای پلیس صدها اعتراضگر را بازداشت کرده با آنها رفتار خشونت‌آمیز می کند. اعتراضگران در پاسخ به وسایل آتشبازی یا فیرویک به پلیس حمله می کنند. وضع اگر چنین شود بحران جدی‌تر خواهد شد. سناریوی چهارم می تواند این باشد که جامعه جهانی علیه تبلیسی تحریم اعلان می کند. البته بعضی از کشورها نخستین تحریم ها را اعلان نمودند. مخالفان حالا طلب دارند که ضد فعالان حزب آرزوی گرجی تحریم اعلان شود. امریکا نسبت به چند فعال آن تحریم جاری کرده است. اتحاد اروپا هم شاید اقدام به جلوگیری از کمک مالی به این کشور کند، ولی مجارستان و اسلواکیه می توانند سد راه شوند. حالا آرزوی شامل شدن گرجستان به اتحاد اروپا در ترازو گذاشته شده است. اعتراضگران میگویند برای هویت و سرنوشت آیندهشان مبارزه میکنند. روزهای نزدیک نه تنها راه گرجستان بلکه موقع آن در سطح بین المللی نیز روشن خواهد شد.